میدم که چطور ابروی طبیعی و هایپررئال بکشین. اولین نکته اینه که شما برای کشیدن تارهای ظریف و نازک باید از خطوط دو سرنازک و پرتابی استفاده کنید، نه خطهای معمولی. نحوه صحیح کشیدن این خطوط رو قبلا کامل آموزش دادم و هایلایت شده. نکته بعدی این که بیشتر تارهای ابرو به صورت دسته‌ای روی هم قرار میگیرن، اما باز هم توی یک نقطه به هم متصل میشن و به صورت نکته‌ای در میان. مورد بعدی این که شما باید با توجه به جهت رویش تارهای مو طراحی کنید. خب قسمت تاج ابرو موها به سمت بالا گرایش دارن و بعد خواب موها حالت افقی شکل میگیره و دقت کنید که دم ابرو به صورت هشتی یا هلالی کشیده میشه. در پایان هم یه مقدار قلمو روی این خطوط تیره میکشیم برای طبیعی تر شدنش و با پاکن اتودی تو بعضی قسمت ها تارهای روشنش رو مشخص میکنیم.